برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان، سلام و درود به یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکت محمد با شما هستم. امروز در برنامه درباره مفلس شوی دو بانک بزرگ تاجیکستان، اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صحبت میکنیم. این بانک که هم اگرو اینوست بانک و هم تاجیک صادرات بانک مفلس شدند، بله، برهم داده شده ایستادند، بله، اما مردمی که به این دو بانک پسنداز کرده است مبلغ خودش را میگیرد یا نه، در همین باره صحبت میکنیم. خدا شما تماشابینان عزیز لطفاً خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید و آبونه شدن به کانال یوتیوبی ما را فراموش نکنید. همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان میدهد که برابر در یوتیوب گذاشته شدن برنامه های ما در حال شما با خبر شوید. 21 می سال جاری، تقریبا 20 روز پیش از این، بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که اجازتنامه دو بانک بزرگ مفلس شده، اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک، بازخوانده شده است از جانب بانک ملی تاجیکستان. بانک ملی کشور وعده داد که مبلغ امانتگزاران از حساب خزینه سقوطی پسندازهای شخصان واقعی پر را پرداخت کرده می شود. وعده پرداخت تین به تین مبلغ امانتگزاران را 6 سال پیش انا همین خیل امام علی رحمان هم دادگی بود. رئیس جمهور کشور امام علی رحمان خیلی که امروز بانک ملی تاجیکستان داد، 6 سال پیش وعدهش را امام علی رحمان دادگی بود، اما دوباره امام علی رحمان نبرآمد. این دفعه نگفت که تین به تین من مبلغ را پرداخت میکنم، چون 6 سال پیش گفته بود نتانست. اکنون از این وعده رئیس جمهور 6 سال گذشت و این بانک برهم داده شد. آن زمان گفته بود که مبلغ ها را گذاشتن گیرید به بانک ها، در این دو بانکی که شما مبلغ گذاری کردید و اینها رو به مفلس آوردن، تین به تین پولتان رو من کفیل هستم گردانده میدهند. حالا بعد یک هفته بازخواندن اجازتنامه این دو بانک، مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینوست بانک و تاج‌الدین پیرزاده رئیس تاجیک صادرات بانک از مقام‌هایشان برکنار شدند و به جای آنها مدیران نو تعیین کرده شدند. اینها مدیران مخصوص نیستند، اینها حالا مدیرانی که تا تعیین شدن مدیران برهم دهنده بانک را اداره میکنند. مدیران برهم دهنده که از سوی دادگاه تعیین میشوند باید اموال و دارایی های این دو بانک را به فروش گذاشته امانت های مردم و پول سهامان بانک را باید برگردانند. برابر بازخواندن اجازتنامه این بانک ها، بانک ملی به دادگاه اقتصادی دوشنبه الکی با عریضه مراجعت کرد. اکنون خیلی خوب دقت دهید تماشابینان عزیز، اینجا درباره کیسه شما گپ رفته شده است، درباره کیسه شما. اکنون دادگاه باید قرار برهمدهی بانک ها را صادر کند و مدیران مخصوص آنها را از بین افراد پیشنهاد کرده بانک ملی تعیین کند. افراد را که پیشنهاد میکند به دادگاه بانک ملی. حالا بعدتر در این باره گپ میزنیم. پس از تعیین مدیر مخصوص، قاعده همین خیلی است: وکالت ها عاید به اداره کنی تشکیلات قرضی، مجلس عمومی سهامان، شورای ناظرات، ریاست، رئیس، همش ختم می شود.
مدیر مخصوص یگانه نماینده قانونی بانک می شود. یک تا مدیر مخصوص میماند، تمام دیگه هیچ چی نمیماند. از یک بانک یک مدیر مخصوص میماند. این مدیر مخصوص باید یک شخص مهم شدنش در کار است. این را که پیشنهاد میکند بانک ملی. اکنون جریان برهمدهی بانک مهلت نه بیش از 2 سال تقویمی را در بر گرفته. در صورت ضرورت با درخواست مدیر مخصوص سود میتواند آن را باز به مهلت 2 سال دراز کند. همین مدیر مخصوص در یک بانکی در حالت برهمدهی بوده خیلی انسان مهم است. حالا ببینید اول مبلغ های که ها برگردانیده شود. حالا بدتر میگویم، همینجا کوتاه گفتم آنتون که ان همین در حالت برهمدهی بانک مبلغی که صرف می شود، خراجات می شود، اول همین مبلغ برگردانیده می شود. یعنی مبلغ های مصرف کرده مدیر مخصوص. حالا بدتر در این باره گام میزنیم. باز اکو ببینید در تا 2 سال این برهمدهی یک بانک تا 2 سال دوام میکند. اگر در 2 سال فرصت نشد باز 2 سال دیگر تمدید می شود. انمی خیلی رسخود کرده رفتن میگیرد تا پول بانک تمام شده. نه مدیر مخصوص مصرف کرده رفتن میگیرد. ببینید تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک بانک های بزرگ تاجیکستان بودن. بانک های خرده که نبودن. تجربه برهمدهی تاج پرام بانک و فانان بانک نشان میدهد که این جریان میتواند سالها ادامه کند. اگر در 2 سال مسئله برهمدهی این 2 بانک نگنجید، حالا این 2 بانک از فانان بانک و یک بانک دیگری که گفتمتون از اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک خیلی خرد بودند. هر دو این بانک را دادگاه به 2 سال دیگر تمدید کرد. اکنون اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را یا بدو چند سال تمدید می شود. این خیلی درازا کشته رفتن میگیرد. مردم پولش رو کی میگیرد؟ کی که این مسئله برهمدهی به اتمام رسد. طبق معلومات بانک ملی تاجیکستان مبلغ‌های 23700 امانتگزاران 86% اگرو اینوست بانک و 3500 امانتداران 64% تاجیک صادرات بانک پول را از حساب خزینه سقورتایی پسندازهای شخصانی واقعی پرداخت می شود. پول های 14% یعنی 4000 باقی مانده سهامداران اگرو اینوست بانک و 36% 2000 امانتگزاران تاجیک صادرات بانک از جانب این خزینه قسماً برگردانیده می شوند. مبلغ پسنداز شخصانی واقعی با پول ملی تا 30,000 سومانی و با اسعار خارجی تا 21,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. پرداخت جبران سقورتوی به امانتگزاران اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک با انجام 14 روز از صادر شدن قرار سود درباره برهمدهی این تشکیلات‌های قرضی در بانک اگنت صورت می‌گیرد. مبلغ باقی مانده امانت‌های شخصانی واقعی در برابر قرض‌ها به شخصان حقوقی از حساب فروش دارایی‌های این بانک‌ها پرداخت می‌شود. دارایی‌ها در مزایده از جانب مدیر مخصوص به فروش گذاشته شده، پولی به دست آمده از حساب فروش آنها به کلینت‌ها میزاجان، کسانی که به بانک پول داده اند، با ترتیبی مقرر شده پرداخت کرده می شود. اما تماشابینان عزیز، مشکل اساسی این است که امانتگزاران در نوبت برگردانیدن پولهای خود آخرین هستند.
انکنون دقت کنید، با جایش آمدیم. موافق قانون درباره برهمدی تشکیلات‌های قرضی، مبلغ امانتگزاران از روی نوبت اول مبلغ‌های پرداخت کرده میشوند که برای روند مفلس شوی و فعالیت مدیر مخصوص خرج شده اند. فهمیدید؟ همین رصدخودهای مدیر مخصوص، نفری که در بانک یک خودش تنها میماند تا همین مسئله برهمدی بانک به اتمام رسیدنش 2 سال میگذارد، 4 سال میگذارد. اول رصدخودهای همین مصرف‌های همین پرداخت کرده میشود. بعد مزد مهنتی کارمندان تشکیلات قرضی در وقت فعال بودن بانک، کارگرانش اگر مزد مهنتش را نگرفته باشد، بعد مزد مهنتی خود کارگران بانک پرداخت کرده می شود. بعد از این اول این 2 سال است، 4 سال است، مدیر مخصوص صرف کرده رفتن میگیرد، از وی زیاد کند، بعد کارگران معاش خود را میگیرند. بعد مبلغ هایی که حکومت یا بانک ملی تاجیکستان به تشکیلات قرضی پیشنهاد کردند، بعد حکومت پول هایش را میگیرد، یا که بانک ملی تاجیکستان اگر به این اگرو اینوست بانک تاجیک صادرات بانک پول داده باشد که حتما دادگی است، پولشان را گردانده میگیرند. الکی حکومت عرضه را به دادگاه داده است. حالا در این باره باز گپ میزنیم. بعد این همه گونه طلبی پسندازداران که پرداخت نشده است، شخصان واقعی، تشکیلات دیگر شخصان حقوقی و دیگران، انمی خیل از همه آخر که مردم بیچاره که به بانک پول گذاشته است. اکنون صرف نظر از این نوبتی که واقعا خلاف قاعده های یک دولت اجتماعی است، امانت هایشان را برگردانیدن مشتریان عادی آن گونه که بانک ملی میگوید ساده نخواهد بود. چرا؟ تجربه نشان میدهد که در این گونه حالت ها دارایی های مردم از طرف گروه غارت می شود و کسی به داد مردم نمی رسد. گفتم که انمی خیل حتی اگر مبلغ از جانب خزینه سقوط پسندازها جدا گردد، در گمان است تا دست امانتگزاران قطاری رسد. تا رسیدن به دست مردم این مبلغ ها از دست چند دزد و غارتگر میگذرد که پایده شیشته‌اند. حالا کی به این پول ها را زده میگیریم گفته پایده شیشته‌اند. تماشاگران عزیز، به اندیشه ما یکی از سبب های 6 سال طول دادن قرار برهمدهی این دو بانک بزرگ این است که مشتریان کم کم به از دست رفتن امانت های در بانک گذاشتهشان عادت کنند و از بحر آن گذرند. همین خیلی پوست غفص کرده ایستادند. 6 سال مشتریان طلب کردند، به سود مراجعت کردند، به پروکراتور مراجعت کردند، به اینجا مراجعت کردند، به پرزیدنت مراجعت کردند، به دستگاه اجرایی رئیس جمهور مراجعت کردند، همه کار رو کردند و قسمی زیادشان حالا ناامید شدند. دیگه به این باور رسیده اند که از این بانک ها پول گرفته نمیتوانند دیگر. انا همین کشال کرده آوردن. انا مقصد همین بود. به یک کس قرض دهی، حالا به یک کس قرض دهی میباید قرض نمی پول قرض نمیگوید به خانه آمده پول رو قرض میدهی، بعد وقتی مهلت قرض رو برگردانیدنش میباید پول رو بر نمیگرداند. یک ماه صبر میکنی، دو ماه صبر میکنی، بعد میپرسی بچه قرض رو نمیتی؟ انا پگو، انا فردا، انا بس فردا میگوید. بعد خودت هم از پرسیدن شرم میداری، از پرسیدن خسته میشوی، بعد میگی کیتیت میتیت نتیت نه دیگه پرسیده خسته شدم دیگه رویت نمیموند که دیگه بپرسی.
انا اینها همین طبیعت ما مردم تاجیک رو از خود کرده گرفته‌اند. انا همین روز رو پایده ایستاده بودند. اکثریت آنهایی که به بانک پول مانده اند از بهرش برآمدند. آیسته آیسته 6 سال همین رو پایده ایستادند. حتی آنهایی که از این مقامات به وی مقامات، از این نهاد به وی نهاد، دستگاهی رئیس جمهور، خودی رئیس جمهور، همه جا رفتن، غضبشان بلند بود. حالا غضبشان خاموش شده است. حالا همین ها از دل جگر پولشان را برآورده به این بانک دادند. حالا اعتراض میکنن یا نه، اینش هم نامعلوم است. حتی هم ساده کرده گوییم احتمالی یا امکانی اعتراض کردنشون هم بسیار کم شده است. این رو ما رو آموخته گرفتگی هستند اینها. حتی اگر در صورت اعلان این که پولهای امانتگزاران پول را سوختند، از بین رفتند، هیچ کس پول نیست، من فکر نمی کنم که همین در بانک پولشان بودگی ها یگان سر برداشته یگان گپ بزنند. ولی اینجا گپ در دیگر چیز است. ببینید آیا تنها همین دو سبب بود که این جریان مفلس شوی اگرو اینوست بانک تاجیک صادرات بانک 6 سال طول کشید؟ و آیا سبب برهمدهی دو بانک بزرگی سیستم ساز کشور واقعاً مفلس شویشان بود یا زیر کاسه نیم کاسه دیگر است؟ 5 سال پیش عیناً در سالی که هر دوی همین بانک بر روی خط 200 بانک بزرگ اتحاد دولت‌های مستقل وارد شدند، در حال مفلس اعلان شدند و عملیاتشان به همین حالت آمده رسید که دیگه آنها با امانتگزاران عملیات کردن نمیتونستند، ممنوع شد. مقامات اعلان کردند که این دو بانک وارد مشکلات شده‌اند و امکانی برگردانیدن مبلغ‌های امانتگزارانشان را ندارند. همین گپ درست باشد. بیاید ببینیم که این مشکلات چگونه و کی به وجود آمد. دقت دهید تماشاگران عزیز. مشکلات این دو بانک زمان سر شد که بانک های متعلق به آیله رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان، به خصوص سپیتامین بانک جمال الدین نورعلیف به پا راست شدند. در همین وقت یک بار آوازه پخش شد که اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک مفلس شده اند و به زودی نمیتوانند پول مشتریانشان را برگردانند. همین آوازه وقتی که پخش شد، هزاران نفر به شعبه های این بانک ها آمدند و چی گفتند؟ پول های ما را برگردانید، شما بانکراست شده ایستادید. طلب کردند که پول هایشان را بانک ها برگردانده دهند. انکون ببینید، طبق قاعده بانکی اگر یک باره از یک حصه امانتگزاران مبلغ خود را طلب کنند، دلخواه بانک مفلس می شود. این طور است؟ بله. انکنون ساخته بودن مشکلات بانکش را رئیس تاجیک صادرات بانک تاج‌الدین پیروف تصدیق میکند. یعنی با طور ساختکاری بانکش را مفلس اعلان کرده اند. تاج‌الدین پیروف در مصاحبه با رادیو آزادی همین چند روز پیش گفت که عین همین گونه آوازه‌ای که انا همین شب روز شده ایستاده است که تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را برهم داده ایستاده محافظه. همین آوازه در حق بانکش یعنی تاجیک صادرات بانک سال 2015 پیدا شده. همین آوازه پخش شدگی بود. تاج‌الدین پیروف میگوید که مقامات گفتند که بانک دیگر پول داده نمیتواند، مفلس میشود. حالان که مشکلی پیش آمده چندان جدی نبود. مردم با آوازه ها داده شده پس انداز خود را طلب کردند.
тоҷиддин пиров мегӯяд, як чизро ёдоварӣ мекунам, мегӯяд ки агар дар ёд дошта бошед, соли 2009 бонкҳои азиме дар Аврупо варшикаста шуданд. мисоли ин бонкдорро бубинед. ин бонкдор мегӯяд ки дар соли 2009 чандин аз бонкҳои дар Аврупо варшикаста шуданд. Сабабаш чӣ буд? Сабабаш ин буд ки бонкҳо ба мардум қарзҳои ипотекӣ доданд барои 20-30 сол. аммо вақте ки овоза шуд, амонатгузорон ба овозаҳои варшикаста шудани бонкҳо бовар карда, омаданду амонатҳои худро якбора талаб карданд. пиров мегӯяд ки мисли ана ҳамин бо ёрии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баъзе аз иғвогаронро мегӯяд ки дастгир карда будем ки дар корти бонкааш 1 сомонӣ дорад, аммо 20 нафари дигарро оварда дар паси банкоматҳо қатор карда буданд. бубинед, сохтакорӣ нест. дар паси банкоматҳо қатор карда ҳама бояд пули худша баргардона гирад. яъне мушкилоти ба сари ин ду бонк омада комилан сохта буданд ва нафаре ё гурӯҳе манфиатдор буданд ки ин ду бонки системасоз аз саҳна хориҷ шаванд. гуфтем ки нафаре ё гурӯҳи манфиатдор. чӣ касе манфиатдор буд? чӣ касе? тамоми ин гуфтумонҳо, мушкилот, ҳалли он ва барҳамдиҳии бонкҳо дар як доираи бисёр танг давр мезанад. ин гурӯҳи калон не, ин нафарони зиёд не, як доираи танг. бонки миллӣ 6 сол пеш ду бонкро муфлис эълом мекунад ва ба онҳо амалиёт бо амонатгузорон ва шахсони воқеиро манъ мекунад. бубинед, тоҷиддин пиров чӣ мегӯяд? дар муддати 4.5 соли солимгардонӣ мо иҷозати ҷалб кардани амонатҳои мардумро надоштем, вагарна ин масъаларо, манзураш бозгардонидани амонатҳо аст. мегӯяд ки ин масъаларо барвақт ҳал мекардем. анакун бубинед, бо гузашти 6 сол бо баҳонаи ин ки амалиёти солимгардонӣ номуваффақ будааст, иҷозатномаи ду бонки бузург аз тарафи Бонки Миллии Тоҷикистон бозхон мешавад. акнун бояд боз ҳам Бонки Миллӣ мудирони махсуси бонкҳои муфлисшударо ба додгоҳ пешниҳод аниқтараш таъин кунад. пешниҳод не, таъин мекунад. тамом, ҳеҷ кас ҳаққи не ин намешавад гуфтанро надорад. барои он ки инро ке пешниҳод мекунад, ҳама медонед. муовини раиси Бонки Миллӣ Ҷамолиддин Нуралиев домоди раисҷумҳур аст ва амалан бонкро Ҷамолиддин контрол мекунад. ҳамчунин Ҷамолиддин Нуралиев молики Спитамен бонк аст ки баъди манъ шудани амалиёт бо муштариён ба ду бонки системасоз, анамин Агроинвестбонку Тоҷиксодиротбонк, ин бонки Ҷамолиддин бо суръат рушд кард ва ба яке аз бонкҳои бузурги кишвар табдил ёфт. ёфтеми қариб, иншоаллоҳ ёфта истодем сабабҳояшро. ҳоло дар кишвар анакун бубинед, ҳамаи бонкҳо ба домоду наздикони раҳбари кишвар Эмомалӣ Раҳмон тааллуқ доранд. ҳам тубинӣ? бале. бубинед, соҳибкорбонку Орёнбонк соҳибаш ки аст? Ҳасан Асадуллозода, додари Азизамо, ҳамсари раисҷумҳур. Спитаменбонк ба Ҷамолиддин Нуралиев, домоди раисҷумҳур тааллуқ дорад. Бонки Байналхалқии Тоҷикистон ба Ашраф Гулов. Коммерсбонки Тоҷикистон ба Шамсулло Соибов, домод Тураҳо. ҳоло танҳо эсхатта монда буд ки соли гузашта мудири онро ҳам иваз карданд. ба зудӣ маълум мешавад ки ба кадоме аз аъзои оила эсхатта ҳам тааллуқ гирифтааст. аммо инҷо чӣ монд дига? ҳамин амонатбонк монду халос. ин амонатбонк барои чӣ? ба амонатбонк оила чашм ало намекунад.
تا به حال دولتی مونده است. برای چی باشه؟ میگویم تان تماشاگران عزیز، امانت بانک برای آن دولتی باقی خواهد ماند که تا اینکه تمام عملیات های ضررآور از جانب آن اجرا شود و فایده تنها به آیله مخصوص باشد. فهمیدید؟ چخیرین ببینید، تاجیکیر سومونیر، تاجیکیر دولتی است، شرکت های هواپیمایی، سومونیر همین شرکت هواپیمایی اویلا است، اویلای رئیس جمهور. تاجیکیر دولتی دائم همیشه خط سیرهای ضررآور را اجرا میکند. لقمه های روغنی با سومون ایر. فهمیدید؟ مثل همین. حالا تماشاگران عزیز، اکنون که همه چیز گفته گذاشتیم، برگردیم به امانت های مردم در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک. امانت ها چی میشوند؟ گفتیم برگردیم ها؟ برای چی بر بگردیم؟ در 30 سال کی خانواده امام علی رحمان پول مردم را برگردانده بود که اکنون بر میگرداند؟ یا بدو گیرید. تماشاگران عزیز، اینجا برنامه تحلیلی دیدگاه به آخر رسید. یکایک شما را به الله پاک می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می‌دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هات بیارد است که بیشتری شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید، هات بارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید، هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.